این پاره این ظرف‌ها با کتیبه خط کوفی نوشته شده از موضع شهرستان شهری هولبوک دوره عصری و میانگی میباشند. اینها رو باستانشناسان از تک خاک این قطعه زمین آخرهای ماه می پیدا کردند. میگویند که بازیافت نادر است. حالا ما در کافتکارهای ارکئولوژی امیدهای زیاد داریم و میخواهیم که از اینجا نگاره‌ها و بازیافت‌های قدیم یافت کنیم و از تاریخ گذشتگان خود واقف شویم. شهر هولبوک دوره عصر میانه یکی از شهرهای پیشرفته دوره سامانیان در دهه مهرآباد دهات گلستان ناحیه واسه واقع می باشد. با مقصد دریافت و آموزش رشد ساحه هنرمندی خلق تاجیک در این منطقه در دوره عصر میانه در شهرستان هولبوک آخرهای ماه می با جلب باستانشناسان اکسپدیسیای نوبتی آغاز یافت. مدت دویم هفته است که در شهرستان هولبوک کوشش‌های باستانشناسی را ادامه داده ایستادیم و در ادامه کوشش ما آثار و شواهد باستانی و زیرخاکی بسیار پیدا کردیم که با خود معلومات خوب نسبت به تاریخ، فرهنگ، تمدن، هنر گذشتگان ما خصوصا مربوط دوره سامانیان می شود. معلومات بسیار جالب به دست آورده ایم و شواهد و تحقیقی که انجام شده است نشان می‌دهد که شهرستان هولبوک واقعا هم یکی از شهرهای هنرمندی است که آثار کشف شده این گفته ها را ثابت می‌سازد. در شهرستان هولبوک برای کوشش این قطعه با پیشنهاد عبدالله خوجایف دیرکتور ممنوعگاه تاریخی هولبوک انتخاب گردیده است. در نتیجه کوشش ها باستانشناسان خشپاره ها، پاره های ظرف های سفالی و دیگر محصولات های استحصال هنرمندان محلی را از آن دوره پیدا کردند که این بازیافت ها از رشد هنرهای مردمی در این منطقه گواهی می‌دهند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.